قهوه به تو معقول شد؟ بسیار بامزه. سلامت باشید. تا اینجا فقط برای قهوه نوشیدن نآمدی به فکرم علی. نادرست گفتم؟ آقای یلچین، من гапамро روی راست میگویم. سخنرو این خیل بسیار کشال دادن رو دوست نمیدارم. این تروریست با نام رمزی خسرو برای چی شما رو کشتن خواست؟ فهمیدن میخواستم. سوالی خوب. این را من هم از خودم میپرسم. حتی از تشکیلات امنیت یافتن جواب این سوال رو میخواهم. با اون خسرو باید رابطه‌ای داشته باشید. باید شما او رو خوب شناسید. روی راست به شما سوء قصد تشکیل کرد. به فکرتون این کارو برای چی کرد؟ در یک چند ساحه فعالیت نشان دادگی یک تاجر هستم. چکر گویم؟ شرکت هایم بسیار شرکت های مشهور به حساب می روند. ثروتمند هستید یعنی؟ انیخترش خیلی هم ثروتمند. آنچه گفته نتوانستم تو گفتی. از همین سبب برای از بین رفتن من از تجارت دست کشیدنم رو میخواستگی، در فعالیت تجارتی هم مانع میشدگی رقیبانی زیاد است. سخنهایم و فکرم تو را آنقدر قانع نکرد. یعنی برای چی؟ کدام یک تاجر را پرسید همین خیلی جواب میدهد. یعنی بسیار عاقلانه ننمود به نظری من. شما شکار هم میکنید؟ چی شد؟ شکار که گفتم خودتان رو گم کردید؟ نه جانم، نه جانم. برای چه خودم رو گم کنم؟ شکارچگی هست گفته پرسیدی؟ البته هست. نمیشد اگر آن سلاح در اینجا چی میکفت؟ خیر، به شکار زود زود می روید؟ قریب که زود زود می روم. تو چی؟ من فکرم که تو هم ذوق شکارچگی داری. نه، من بیشتر با مقالی 40 روز برف می بارد 1 روز شکار می شود کار می کنم. خیلی همیه. من از پی آنی هستم که شکار کرده نمی شود. سعید نی، شکارچی. 1 روز آن شکارچی هر کسی هم که نباشد از سوراخیش می براید و من او را به عدالت می سپارم. با اجازت شما آقای یلچین، من باید بروم. برای قهوه تشکری زیاد. هیچ گپ نی. خانم گرامی، ببخشید شما را ناراحت کردیم. سلطان تو هیچ پایان نمی فرامدی. خوب هستی؟ زوجم خانم سلطان. ببخشید سالها گذشت اما گپ نمی زند. درد کهنه است. سالها شد که عزاداری آن را می کند.
ҳамин хеле ғамгин шудам. аммо аз шиносоӣ бо шумо шодам. ба ман иҷозат. سلطان چیکار میکنی؟ خانم ایستید. خانم التماس. سلطان چیکار میکنی؟ سلطان چیکار میکنی عزیزم؟ خانم ایستید. سرده. شما چیکار میکنید؟ سرده. التماس. خانم من نفهمیدم. شما چی میخورید؟ خانم سلطان زود به حجرش برید. آرام شوید. دختر را جغ زنید. سرم سرم باوریم نمیآید او گپ زد. پسرم خدایا خانم بعدی چند سال سخن کردن. باوریم نمیآید. سلطان پسرم سلطان تو گپ زدی. بعد چندین سال باری اول خدایا باوریم نمی آید. این یک معجزه است. علی این چه خیر شد نمیدونم، لیکن چه خیلی که میبینی آیله های بای هم غمی زیاد دارند. حالا باید با همسرم مشغول شوم. با اجازت تو و تو آنها تا برآمدگاه همراهی می نمایم. بله پسرم روزی خوش. از پای کارتان شوید. سلطان جهانم گپ زدی، نهایت گپ زدی. باوریم نمی آید. این چه خیر شد؟ ایزی دستش پسرم. سلطان بیا جانم، آرام باش. سالها باز کوشش کرده ایستادم، یگان دختری نارفتم، کاری نکردم نموند. چه خیر شد نمیدونم، لیکن تو را این علی بابور به گپ در آورد. عقلم نمیگیرد. این در حقیقت حیرت آور است. چیکار کردید رفیقان؟ رفته شاهین را خبر گرفتید؟ دیدم اکا، خیلی خوب است. انشالله پگاه من هم رفته خبر انشالله. آدم گوشمانک را میماند کنی گپ یا او گپ زن. با امینونو می آید گفته رسو 3 ساعت در ایاز انتظار شدیم اکا. نخواد، لیکن نقض می شود به امر خدا. انشالله. انشالله.
بچه ها با نوبت از پی شاهین میشویم. هر روز هر ساعت احوالش رو میپرسیم. البته اکا. نباشد ینگه فاطمه چی؟ احوال ینگم چی خیلی است بودم؟ فاطمه هم همین خیلی خوب است. یگان حرکت نیست. کودکی بدنشان کمان شده ایستاده است. به خدا برادر، در این حالت حتی تو آمده اینجا خدمت میکنی برادر. من به تو چی گویم؟ حلالت بود. خدا راضی باشد. خدا از تو راضی شود. کاش که فاطمه خیزد روی پسرم رو بینم. من در این حیات نباشم همیشه. توبه کن. این خیل نگو بودم. این خیل نگو قربانت شود. خداوند حکمت هایی که ندارد صبر میکنیم. وقتی همین بشی. رسیده بود. اکای علی باز آوردی همین بخاصیت را. اکنون اما همون شکارچی رو میجویم. همین خیلی؟ بله همین خیلی. بله. طبق معلوماتی که از گلیزار رسید، شخصی که در زیر این است انا این. اوه، اینش چی بود؟ چیلونگر گفتگی کس این کسی است که تمامی کارهای اوجی را راهبری میکند. مثل قوطی سحرناک اوجی است. دانا و خطرناک. شخصانی در دستش افتوده را به دام بد گرفتار میکند. یعنی خلاصه گپ این است این آدم با دشمنانش موش و گربه بازی کردن رو خیلی دوست می‌دارد. یعنی گویم که اوجی در یگان جا کلید را گم کرد. بله. خانه در آمدن نمیتواند با همین رو دعوت میکند. بله برادر، همین رو جیغ میزند. نخود برای همین یک کارخانه ای چلانگری کشایی. بله برادر. عجب کارها. تمام. حالا جناب شغال برای ما جایهای خالی رو پر میکند. گیر. با اجازت شما رفیقان. لیکن در حقیقت این کارهای کردت فایده آور شد. اکا این حریف رسا 4 داور کشید. این روز من و تو یگان چی کردن نمیتوانیم. این هم یک چیز است برادر. این 4 نام را انیق کنیم در راه کشادگی میشویم. اوه، بله گپ زن. آن کشیده هایت چی است؟ اینها 4 منبع اساسی می باشند که اوجی از آنها غذا میگیرد. 4 آدم مهم. هر یک فعالیت اوجی از این 4 نفر میگذرد. خیر گپ زد برادر. کی بود است؟ در کدام ساحه فعالیت میکند؟ یک نامبر کن کنی. ساحه فعالیتشان مواد مخدر، تجارت کودک، تشکیلات تروریستی، فروش زنها و به هر نمودی کارهای افلاس دست میزنند. لیکن این 4 آدم کی هاست، در کجایند نمیدانم. مشکل است. گروه یکم نامند آنها یک گروه مخصوصی زود عمل هستند. از پای من شده و من فشار آوردن. به من فشار آوردنشان معنای به شما فشار آوردن را دارد. همه‌تان باید زیرک و هوشیار گردید. به من فشار آوردنشان معنای به شما فشار آوردن را دارد. همه‌تان باید زیرک و هوشیار گردید. در دست گروه یک بودن شغال بسیار ناراحت کننده است. هر لحظه هرگز آشکار شدنش ممکن. آن موضوع را هم در مدت کوتاه‌ترین حل دارد. این چلانگر آدمی اوجی می شود. اوجی با یگان کس روی راست وا نمی خورد. همه همکاری ها را چلانگر می کند. مشکلات را وای حل می کند. درهای بسته را می کشاید. آن 4 نفری که نامش را نمی دانم فقط چلانگر می شناسند.
мо ин челонгарро дар амалиёти охирин қариб дастгир мекардем. такроран чун ҷосус ба наздашон даромада метавонам. ин бисёр хатарнок аст, намешавад. агар ин челонгар ҳама дарҳоро кушояду ҳамаро шиносад, ягон чораи дигар дорем? ту боварӣ дорӣ ки ба назди челонгар чун ҷосус даромада тавонистӣ? ҳама якҷоя кор кунем? бале. ҳама якҷоя. модоме ки ба ин кор шурӯъ мекунем, шағолро ба ягон макони бозам махфӣ бояд барем, ба ҷое ки касе намедонад. то тамом шудани кор бояд дар пеши чашм набошад. ҳамфикрам. мо бо оғои шағол як масъалае дорем ки ҳал нашудааст. фикр накун ки аз дастам халос ёфтӣ. туро ҳатман ба гап медарорам. бо завқи калом. ин чӣ аст? ягон масъалае ҳаст ки мо бояд донем? не чӣ ин чизро донистанатон лозим нест. хеле хуб. шағоли лаънатӣ маро рӯи рост таҳдид мекунад. демир амр кунед ҷаноб. бо кадом роҳӣ набошад шағолро талаб дорам. ӯро ба назди ман биёред. ҷои шағолро доимо иваз карда истоданд. акнун иртиботамон ҳам канда шуд. дар куҷо буданашро ёфтан каме вақтамонро мегирад. читин дар куҷо пинҳон шудани шағолро читин барои мо фаҳмида метавонад. ҳама дарҳоро фақат челонгар мекушояд. гулизор ба макон дохил шуд. алӣ, ака, гулизорро ба дарун фиристода хато кардем. ака, илоҷи дигар нест. бояд ҳар чӣ зудтар авҷиро пайдо кунем. бале бародар, ин кор бисёр дароз кашид. дар кадом сурохе бошад ёфта мебарорем. баровардан замон як ларзонем. зуд бош гулизор, зуд бош. ту аз уҳдааш мебарои хоҳарам. маълум мешавад ки номад лайло аст. бале ҷаноб. ман мехостам ки маро уст гӯй, чунки ман амр намекунам, меомӯзонам. чӣ хеле ки хоҳед усто. набошад аз ман чӣ мехоҳӣ? барои шумо кор кардан, ба шумо фоидаовар шудан мехоҳам. калид ва қулф барои якдигар ҳастанд.
ولف به کلید باور نکند اصلا خودش را نمیگشاید، چون که من امر نمیکنم. با این کلید کنی آن قلف را گشا. صبر کن. به فکرم کلید نادرست است. درستش را یافتن وظیفه توست. استا چیکار میکنی؟ کلید نباشد از حجره برآمده نمیتواند. هنوز هم یگان جنبشی نیست. زود باش گلیزار، زود باش، التماس. علی ها کنی یک نگاه کن. ای بیناموسان، چیکار کرده ایستادن؟ وای لعنتی ها، از این کودکان چی میخواسته باشند؟ چی گپ از اونجا؟ کودکان را زده ایستادن. بیشرف ها، حریف های بیشرم. بین چی خیل زده ایستادن. بلا زند. آن آدمی که گلیزار با او واخوردن میخواست. چی خیل میشود اکا؟ باوری داری؟ اکا همان است، همان. باوری دارم. ظریف یک نگاه کن. بله رفیقان، این آدم چلانگر است. اکا ممکن گلیزار در مشکلی افتاده است. بله برادر. در اصل دختر زیبایی استا را راضی میکردی؟ یگان جایت کم نمیشد. کار نپخت. چیکار کنیم؟ رفیقان چه خیل بودن تو رو فهمیدن میخواهند. اکنون به جنازه حق میآیند. الو. حریف به حیله‌ام باور نکرد. مجبور شدم که یکی از آدمانش رو کشم. فهمو گلیزار. تو میدانی که باید چیکار کنی. به نقشه دیگر میگذاریم. خوب؟ فهمو. رفیقان، گلیزار او را فریب دادن نتوانسته است. چاره دیگر نداریم. یعنی زده میدرویم. عیناً همین خیل باته. کودکان از شما کرد. من آن چلانگر گفتنی حریف را میگیرم. فهمو. رفتیم برادران. گریه کن بچم، گریه کن. خودت را چی قدر بیچارگیری همان قدر زیاد پول کار میکنی. همه چیز تیار است. کودکان دیگر را هم همچون بمبئی زنده به سوریه میفرستیم. بینید باز یگان خطا نشود. سلامتی روحی تو ناز نیست بفکرم. اگر خواهی با اصولهای خودم میتوانم طبابت کنم. رئیس، این خیلی باز زیادتر درآمد میکردم. این هم گانه چیزی میدانست اگرتان همان پول است. لعنتی ها! اینها از کجا برآمدند؟ ما در اینجا به متال ها تیر میپرانیم. جمع شوید! بچه ها دویدید! بچه ها به اینجا بیایید!
بیاید زودتر کنید خم شده دوید دوید زودتر ای با کجا؟ با این طرف زودتر اینجا بیاد زود باشد زودتر بگویم زودتر خم شوید زود با پشت درخت روید زودتر پنهان شوید بچه ها پنهان شوید در آنجا ایست نخیز ابله ها از نزدیک پرونده ایستادن هرگز نبرا گویا که 300 متر دویده باشم. نگریز لعنتی نگریز. هرگز با پا نخیز. چیکار میکنه مکا؟ دیگر چاره نیست. من رفته کودک را میگیرم. نخیز اکا از نزدیک پرونده ایستادن هرگز سرت را نبرار. لیکن برادر تا به مظلوم رسیدنی تیر به من رسد. یا خدایا تو مرا محافظت کن. رو ظریف اوزد رو برار ظریف اوزد رو برار اکا ظریف خوبی؟ خوبم اکا خوبم ظریف اکا خوب هستی ظریف اوزد رو برار میگویم آواز ده اکای ظریف آواز ده اکای ظریف الحمدلله خدا رو شکر بناموس در جوشان تیر در اومده است الحمدلله کودک خوب است خوب است اکا خوبم اکا شکر زیاد کنی بیا بایستم مرا با پا خزانه سلامت باشید اکا مرا آزاد کردید خوب که شما هستید انا همین از روحیه گروه یکن همین برادر عزیزم تا وقتی که ما همین خیل هستیم یگون کس در مقابل ما ایستاده نمیتواند یگون کس میبخشی هر دایم به خواست خدا ما حافظتگر مظلومان و جزا دهنده ظالمان هستیم انشالله قفصی سینه درد میکند ایستا ابله ایستا گفتم